ساکنان دهه دره حیران در ناحیه سنگوار تلاش دارند که مال و اموالشان را از زیر ترمه بیرون کنند. شب 28 مارس بر اثر ترمه نزدیک 10 خانه استقامتی در دهه زیان دید. دهها گاو و گوسفند مردم به هلاکت رسید. ساکنان میگویند ترمه به باغ‌ها نیز زیان رسانیده، راه را بست. خط انتقال برق نیز آسیب دید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از احتمال بیشتر شدن فلاکت‌های طبیعی هشدار می‌دهد. ساکنان جماعت شکناوی ناحیه خاولینگ نیز از آبخیزی در این منطقه نوار فرستادند. آبخیزی صبح 28 مارس یک پل ارتباطی میان دهات جماعت شکناو را ویران کرده است. اکثر آفت‌های طبیعی در تاجیکستان زمستان و بهار رخ می‌دهد. بر اساس ارزیابی‌ها سالانه تاجیکستان تا $15 میلیون از آفت‌های طبیعی زیان می‌بیند.